4 فاز مجزا در ارگاسم مردان وجود دارد، در حالی که طول مدت و شدت این فازها مختلف هستند اما به ترتیب انجام می شوند. این 4 فاز عبارتند از: فاز 1 برانگیختگی، افزایش ضربان قلب و فشار خون که با نوع آلت تناسلی همراه است. فاز 2 یا پلاتو، افزایش مداوم ضربان قلب و فشار خون، دمای بدن بالا می رود. مایع پیش از انزال ممکن است آزاد شود. مرحله سوم انزال یا ارگاسم به 2 مرحله تقسیم می شود. ابتدا ورود منی به آلت تناسلی و دوم انزال. در زمان انزال انقباضات قوی عضلات آلت تناسلی و عضلات کف لگن به بیرون راندن مایع منی از بدن کمک می کنند. مرحله چهارم فرونشینی. در این فاز آلت تناسلی بعد از ارگاسم از حالت نعوذ و سفتی خارج می شود. این حالت اغلب با احساس راحتی و آرامش و یا حتی گیجی و خواب‌آلودگی همراه است. مردان معمولاً در طول فعالیت جنسی تا حدودی بر زمان انزال کنترل دارند. با این حال اگر مردی احساس کند که کنترلی بر زمان وقوع انزال ندارد و این نگرانی او یا شریک زندگیش را تحت تأثیر قرار دهد، ممکن است نشان دهنده انزال زودرس باشد. زود انزالی به انزالی گفته می شود که زودتر از زمان مورد نظر، معمولاً ظرف 1 تا 3 دقیقه پس از دخول واژنی اتفاق می افتد. برای برخی از افراد این اتفاق می تواند از همان ابتدای تجربیات جنسی آنها رخ دهد، در حالی که برای برخی دیگر ممکن است بعداً در سنین بالاتر حتی پس از یک دور عملکرد جنسی طبیعی ایجاد شود. علل دقیق زود انزالی هنوز مشخص نیست. ترکیبی از عوامل بیولوژیکی، شیمیایی و عاطفی می تواند پدید آورنده این اتفاق در بدن باشد. سروتونین یک ماده طبیعی در بدن است که توسط سلول‌های عصبی تولید می شود. این ماده نقش مهمی در تنظیم خلق و خو، احساسات، خواب و میل جنسی دارد. سطوح بالاتر سروتونین در مغز می تواند منجر به زمان طولانی تر تا انزال شود. در مقایسه سطوح پایینتر سروتونین ممکن است منجر به زمان کوتاه‌تر رابطه و منجر به زود انزالی شود. افسردگی، اضطراب، استرس، عدم اعتماد به نفس، سابقه سرکوب جنسی و مشکلات ارتباطی می توانند به طور قابل توجهی بر سطح سروتونین تأثیر گذاشته و در انزال زودرس نقش داشته باشند. این علت‌ها همچنین می توانند خود نتیجه تجربه انزال زودرس باشند. اگرچه هیچ دارویی برای درمان انزال زودرس تایید نشده است، اما برخی داروها مانند داروهای ضد افسردگی همراه با روان درمانی می توانند به کاهش اضطراب مربوط به عملکرد جنسی کمک کنند و منجر به انزال طولانی تر شوند. سر آلت تناسلی دارای غلظت بالایی از پایانه‌های عصبی است که آن را بسیار حساس می کند. تحقیقات نشان می دهد که مردانی که انزال زودرس را تجربه می کنند اغلب حساسیت بیشتری در آلت تناسلی، به ویژه در سر آلت تناسلی دارند. این افزایش حساسیت می تواند منجر به برانگیختگی و انزال سریع شود. تمرین‌های رفتاری مانند روش توقف شروع، روش فشار و تمرینات ورزشی عضلات کف لگن می توانند به مردان کمک کنند تا کنترل بیشتری بر انزال داشته باشند. روش توقف شروع تکنیکی است که برای به تأخیر انداختن انزال استفاده می شود. این روش شامل تحریک آلت تناسلی است تا زمانی که احساس انزال ایجاد شود. سپس متوقف کردن تحریک و انتظار تا زمانی که این احساس از بین برود. این کار چندین بار تکرار می شود تا انزال رخ دهد. این شیوه با گذشت زمان می تواند به افزایش خودآگاهی و کنترل و بهبود استقامت جنسی کمک کند. روش فشار شامل فشردن محکم سر حالت تناسلی برای چند ثانیه در لحظه قبل از انزال تا زمانی که میل به انزال از بین برود. این کار تا زمانی که انزال رخ دهد تکرار می شود. این روش به تدریج با به تأخیر انداختن فرایند کنترل بر انزال را بهبود می بخشد. تمرینات ماهیچه‌های کف لگن که به عنوان تمرینات کگل نیز شناخته می‌شوند، روشی اثبات شده برای کمک به مردان در کنترل بهتر انزال و رفع انزال زودرس هستند. استفاده از کرم‌های بی‌حس کننده هم می‌توانند مفید باشند. در صورت حساسیت بیش از حد آلت تناسلی، کرم‌ها یا اسپری‌های بی‌حس کننده موضعی که روی آلت تناسلی اعمال می‌شوند، می‌توانند به کاهش حساسیت و تأخیر در انزال کمک کنند.
کرم ها و اسپری های بی‌حس کننده را می توان تقریباً 20 تا 30 دقیقه قبل از رابطه جنسی روی سر آلت تناسلی مرد استفاده کرد. مهم است که کرم یا اسپری بی‌حس کننده را بیش از مدت توصیه شده روی آلت تناسلی مرد نگذارید، زیرا این کار ممکن است باعث کاهش نوز شود. علاوه بر این، کرم یا اسپری باید 5 تا 10 دقیقه قبل از رابطه جنسی از روی آلت تناسلی مرد شسته شود تا از ایجاد بی‌حسی در واژن در طول رابطه جنسی واژینال جلوگیری شود. استفاده از کاندوم نیز می‌تواند به کاهش حس کمک کند. علاوه بر این، کاندوم می‌تواند از تأثیر داروی بی‌حس کننده بر واژن جلوگیری کند و در برابر بیماری‌های مقاربتی و بارداری ناخواسته محافظت ایجاد کنند.